از من سوال شده که انتظار یعنی چه. این خیلی وقته، سالهای قبل از بنده سوال شده که روایتی که داریم افضل الاعمال انتظار الفرج، این در منابع سنی هم هست، اشتباه نکنید. افضل الاعمال انتظار الفرج دیدم در منابع سنی. چرا افضل الاعمال انتظار الفرجه؟ گفتم این حدیث را از خود روایات باید شرح بکنیم. ما دو دسته روایت داریم که این دو تا دسته روایت را کنار هم که بگذاریم شرح میدهد این حدیث را. یک دسته روایت است که میگوید امام زمان ظاهر نمی شود الا بغتتن، یعنی قبلا اعلام نمی شود. دسته دوم روایاتی است که داریم برای این که امام زمان که حکومت تأسیس بکنند این چنین نیست که شاهد بطلبند از مدعی. کسی بره به محکمه خدمت حضرت شکایت بر علیه کسی بکنه، مطابق علمشون حکم میکنن، نه اینکه بهش بگن برو شاهد بیار. پس من باید چیکار کنم؟ باید به خودم برسم. امکان دارد خانه‌ای که من درش زندگی میکنم مال خودم نباشه. خانه‌ای که من درش زندگی میکنم مال کسی بوده که از دنیا رفته، یه فرزند صغیری داشته، رفتن سند را اینور اونور کردن، سند را به نام دیگری کردن، فروختن. الان من شدم مالک این خانه، برمیگرده به مالک اصلیش. این ماشینی که الان مرکوب منه پس فردا معلوم می شود که این دزدی شده، از یه جایی دزدیدن آوردن، پلاکش رو عوض کردن، الان به شما دارن میفروشن. شما به حسب ظاهر خریدار هستید، اما دیگه به حسب ظاهری در کار نیست. زمان امام زمان، زمان امام زمان زمان واقعیاته. ببینید چقدر تغییر میکنه زندگیمون اگر این چنین اعتقاد داشته باشیم.